خلاصه داستان جذاب صداقت سیز یا همون بدون صداقت که داستان و سریال بسیار جذابی هستش که از شبکه کانال دی ترکیه پخش میشه. امروز با همدیگه خلاصه کل این سریال رو مرور میکنیم. آسیا یک پزشک عمومی 37 ساله هستش و دستیار مدیر بیمارستان در شهر تکیرداغ هست. اون شغل بسیار موفقی داره و با همسرش ولکان و پسر نوجوانش علی زندگی کاملی داره. اون زادگاهش ازمیر رو ترک کرد تا با شوهرش ازدواج کنه. اون هرگز از تصمیم خود پشیمون نشده بود تا زمانی که شروع به مشکوک شدن به اینکه شوهرش با شخص دیگه‌ای رابطه نامشروع داره. به نظر میرسه ولکان مرد خانواده‌ای کامل هست. اون پرشور هست، از همسر و پسرش مراقبت میکنه و با مسئولیت پذیری رفتار میکنه. اون یک شرکت معماری کوچیک رو اداره میکنه و به عنوان معمار کار میکنه. با وجود اینکه همسرش رو دوست داره، به دلیل یک رابطه غیر اخلاقی خودش رو در موقعیت سختی قرار میده. آسیا خیلی به شوهرش اعتماد داره. با این حال وقتی متوجه میشه که یک تار موی بلوند روی لباس ولکان وجود داره، به اون مشکوک به خیانت میشه. آسیا تمام تلاش خود رو میکنه تا از این وضعیت خلاص بشه، اما نمیتونه از احساس بدی که در قلبش وجود داره خودداری کنه. از این رو سعی میکنه به حقیقت پی ببره. از روی تصادف آسیا متوجه میشه که شوهرش حداقل 1 سال هست که با دستیارش سراب کار میکنه. سراب میگه که ولکان به تعادل کار و خانواده اهمیت میده و هر روز حدود ساعت 5 بعد از ظهر از کار خارج میشه. با اطلاع از این واقعیت آسیا شگفت زده میشه. دلیلش این هست که شوهرش هر روز حدود ساعت 8 شب به خونه اونها میاد و در مورد ساعات کاری خودش دروغ میگفته. آسیا این نگرانی ها رو برای دوستانش بهار و دریا که هر دو از دوستان دوران کودکی شوهرش ولکان هستن توضیح میده. بهار همسایه اوست، در حالی که دریا پزشک همون بیمارستانی هستش که آسیا در اون کار میکنه. وقتی آسیا در مورد ازدواجش سوال میکنه، هم بهار و هم دریا اون رو دلداری میدن و اون رو متقاعد میکنن که این نگرانی ها کاملا بی اساس هست. آسیا علیرغم نصیحت دوستانش تصمیم میگیره به طور مخفیانه شوهرش رو تعقیب کنه. حدود ساعت 4:30 از بیمارستان خارج میشه و به محل کار شوهرش میره. وقتی ولکان محل کار رو ترک میکنه، آسیا شروع به تعقیب اون میکنه. با این حال پیگیری اونو به خونه مادر شوهر بیمارش میبره. آسیا تمام تلاشش رو میکنه که احساساتش رو نشون نده و طوری رفتار میکنه که انگار از روی تصادف با شوهرش برخورد کرده. ولکان توضیح میده که به دلیل وخامت حال مادرش تقریبا هر روز به ملاقات مادرش میره. با این حال آسیا پس از گپ زدن کوچیک با سرایدار خونه متوجه میشه که ولکان تقریبا 1 ماه هست که به دیدن مادرش نرفته. آسیا کاری جز افشای حقایق برای بازگشت به زندگی عادی خود نداره. اون مطمئناً میدونه که شوهرش دروغ گفته. اکنون او باید زنی رو که شوهرش با اون رابطه نامشروع داره پیدا کنه. او با یک بیمار جوان نیل معامله میکنه. آسیا نسخه ای از قرص‌های خواب رو مینویسه و نیل میپذیره که ولکان رو تعقیب کنه. روز بعد نیل با ماشین ولکان رو دنبال میکنه و متوجه میشه که او با یک زن جوان ملاقات میکنه. اون چهره زن رو نمیبینه اما از ماشینش عکس میگیره. در همین حین آسیا یک جشن تولد برای شوهرش ترتیب میده و سعی میکنه آرامش خودش رو حفظ کنه.
اون تمام تلاش خودش رو میکنه که احساسات واقعیش رو نشون نده. در جشن تولد ولکان، آسیا ماشین اون رو جستجو میکنه تا شواهد بیشتری پیدا کنه. در ماشین اون یک جعبه پنهان در صندوق عقب رو کشف میکنه. در اون محفظه مخفی اون یک تلفن همراه با عکس پس زمینه زنی جوان که دختر یکی از بیمارانش هست پیدا میکنه. در گالری تلفن اون عکس‌هایی از تعطیلات مشترک ولکان، درین و دوستانش بهار و مرت رو پیدا میکنه که در پیام‌های تلفنی پیام دوستش دریا رو میبینه که به ولکان از ماجرای شک آسیا هشدار داده. آسیا متوجه میشه که نه تنها توسط شوهرش بلکه توسط دوستانش برای مدت طولانی مورد خیانت قرار گرفته. آسیا مصممه که قربانی نشه. اون زنی قوی و شجاعت مقابله با همسر و دوستانش رو داره. داستان سریال ترکی صداقتسیز در مورد زن و شوهری هست که زندگی اونها به دلیل رابطه غیر زناشویی زیر و رو میشه. آیا آسیا شوهرش رو میبخشه و به زندگی خودش ادامه میده؟ آیا در این متوجه خواهد شد که ولکان قصد طلاق نداره؟ آیا ولکان همسرش آسیا رو انتخاب میکنه یا دوست دختر جوونش درین رو؟ آیا آسیا انتقام خودش رو از شوهرش خواهد گرفت؟ شما میتونید کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید تا در جریان این ماجراها به زودی قرار بگیرید. من امید هستم و کانال مهمترین های ترکیه رو برای شما دارم که از ویدیوهای ما لذت ببرین. بنابراین خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید و این ویدیو رو هم لایک بکنید.